در نگاه فرد افسرده تصور آینده به سادگی ممکن نیست. اغلب افرادی که مبتلا هستند به افسردگی آینده رو تیره و تاریک می‌بینند و اصلا امکان تصور آینده رو از دست میدن. همین مسئله باعث میشه که فردی که از افسردگی در رنجه تصور کنه به اشتباه که رنج و عذابش ابدی، بی انتها و بی پایانه. میشه گفت افسردگی فروپاشی توان تصور آینده است. این میتونه نقطه شکست هر فردی باشه، هر فرد افسرده‌ای، به این خاطر که باعث میشه افراد کم کم غیر فعال بشن، گوشه‌گیر بشن و از انجام دادن کارها دست بکشن. یعنی هر اقدامی براشون بیفایده، کسل کننده و سنگین به نظر میرسه. و در واقع نقطه شکست افراد افسرده هم دقیقا همینجاست: بی حرکت ماندن، غیر فعال شدن. و اگر ما بخوایم به سمت بهبودی گام برداریم، طبیعتاً فعال شدن میتونه نقطه مقابل افسرده تر شدن باشه، اولین قدم برای بهبودی باشه. البته این فعال شدن فرد ویژه است. یعنی ممکنه برای یه فردی فعال شدن این باشه که بره دیدن دوستاش توی جمع باشه، بگه، بخنده، خوش بگذرونه. برای یه فرد این باشه که فقط از جاش پاشه، صبحها رخت خوابش رو مرتب کنه، یه شونه به موهاش بزنه و در همین حد میشه یه فعال شدن در نظر گرفت. پس وابسته است به سطح عمل کردی که اون فرد داره. نکته خیلی مهم اینه که ما تو دل افسردگی افکار افسرده ساز منفی خیلی زیادی داریم و وقتی هم خلق ما پایینه، تمایلمون به باور افکار منفیمون بیشتر از همیشه است. یعنی ممکنه یه فکری بیاد سراغ من وقتی من افسردم: من آدم بی‌ارزشیم، من دوست داشتنی نیستم. و وقتی که خلق ما پایینه، این فکر رو بیشتر باور میکنیم، بیشتر غرقش میشیم و بر اساسش عمل میکنیم. در واقع میتونیم بگیم قدم دوم اینه که این مدل باورها رو شناسایی کنیم و بتونیم بازسازیشون کنیم، ببریمش به سمت افکار منطقی تر. اگر در این زمینه نیاز به کمک داشتید، من میتونم همراه و همیار شما باشم. تازه تر از هر روز باشید. فعلا خدا نگهدار.